سلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد بزرگوار. و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار بخشش استاد بزرگوار، من با شما بسیار همیشه بغاوت کردم، لیکن واقعیت اگر من شما را بگویم، از دست که من شما را دوست دارم، باور کنید من سگ خود نامش سکندر خنجی نام ماندم. الله شما یک المستعان. ملحدین، شما خوارجین. الله هدایت بک. الله هدایت بک. من سگ خود سکندر خنجی ماندم از برادر بوکه جان، نداره. یعنی که گوش ببین کنستی حسن برادر. حضرت جواب جان، ما رو بگو. یک لحظه یک چیز بگم حضرت. ما به خاطر چی یه برآوردم؟ برای عدل که مردم بفهمه که همه کسایی که بعد میگن عبدالوهاب ابن تیمیه را همش گمراهن. من نمیدونستم، من شک داشتم که در حقیقت شاید بگم دلیل بگن، اما من حاضر در خدم قضاوت کردم که گمراهن. این برادر ما گفت بردار، ما برداشتمش، چی کرد؟ طعنه زد. او ایسا حسن گفتم بردارم، نشید. جواب ما رو سبحان گوش الله. بکنیم. حسن جواب ما رو گوش بکنیم. به همه این سخنهای قبیحی که میگه که ما میگیم که الله هدایتت بکنه. الله هدایتت بکنه. و این سخنهایی که تو میگویی نام سگت، نام خنزیرت، نام من بگذار بوکه نداره. لیکن در روز قیامت به الله خدا جواب میدی. به من چی ضرر داره؟ هیچ ضرر نداره. همه گپ است. ما به تو دعای بد نمیکنیم. دعای بد کردن جاش هست، وقتش هست. ما به تو میگیم که الله هدایتت بکند، شایسته هدایت باشی. اگر شایسته هدایت نباشی که قلبت الله خوبتر میداند، الله خور و ذلیلت بکند. نشود که با همون بسگت خودت الله تبدیل بشه. خیلی احتیاط باشید، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که روز قیامت نمیشود مگر در حالتی که اول پیش از اومدن روز قیامت انمی خیل مسخ و فسخ میشه. یعنی انسانها رو الله تبدیل به قرده و خنازیر میکنه. میمون و خنزیر به بعضی انسانهای الله تبدیل میکنه پیش از روز قیامت. یکی از علامت‌های روز قیامت همین است. گفتن که اینها کی هستند؟ علما گفتند که علمای سو، انسان‌هایی که از نام دین صحبت میکنند و دروغ میگویند، خیانت میکنند و غیره و غیره. اینها الله تبدیل میکنه به قرده و خنازیر. صوفه قبوری مرحمت برارید، انا برارید، قسم به الله ما گوش میکنیم هر دشنامه که بکند. جواب ما با همین است. الله خودش شما ضررتون نابود بکند و الله خودش شایسته هدایت نباشد و شما خودش کفایتی بکند. ماشاءالله برادر، مقطع امجا من بیان میکنم، مقطع گوش نمیکردم. برای چی؟ پیش یک سال پیش درباره خودت مثل که یک جاهل بودم، مشرک بودم. 3 ماه شد، یعنی که مسلمان قرآنی شدگیم. خطا چی میگفتن؟ یعنی که تکفیری میگفتن، بعد میگفتن در پیش ما و خطا بعد اکی، یعنی که یک حضرت دیگر هم از مثل خودت صحبت میکنه، نامش فراموش کردم. بعد میگفتن به سبب چی؟ برای که اما تحقیق نمیکردیم، ها میگفتیم بعد هستند. این برادرها را من برای موضوع را برای چی نوشتم؟ و برای اینکه برادرها هستن که وهابی میگن، بعد میگن بیانشون میکنی مثل مثل عرب ها که کلون عدو لما یجهل، کل انسان دشمن چیزی است که امو نمیدونه. گفتم اینجا بفهمن که در حقیقت برادر چیز تحقیق کردم بگم. ما برادر بوکه ندارد. الحمدلله شما را الله هدایت کرده است. الله باز ثابت قدم نگه بدارد. لیکن از این شبهه گمراه ها احتیاط بشیم که بعضی شبهه ها آدم گمراه میکند. ما اینجا هستیم، نه ببینید انا خیلی ایستادیم اینجا، ولی هم میستیم، ولی هم وقت داریم. یک قبوری، یک اشعری، یک ماتوریدی، یک بنام حنفی، یک عازیری مرد شود بیاد گپ زند قتیم الله هدایتش بکند. لیکن به شرطی که افسانه بزرگ جنگلپا نگوید او در اساس قرآن و سنت. همین قرآن و سنت کی تفسیر کرد؟ قرآن و سنت خودش تفسیر نکند. قرآن و سنت گوید که انا این آیت زیر آیت به انا این سخن سلف، انا این حدیث زیر این حدیث به انا این سخن سلف، انا این فهم سلف صالح بگوید. مرمت ما گوش میکنیم. گوش میکنیم. برادر یک لحظه که من از یک کام طرفی میکنم، برادرایی که موحدین، یعنی که به این شیخ چی دارین، یعنی که سخنشو گوش میکنین، نبروین. فقط همون کسی که همین برادر خونده کش همو برای صحبت بکنه. نه یک طرف کام طرفی میکنم، نبروین. همون شخصی که در کاری صحبت میکنه قطعی شیخ همون بروین. اگر نباشی بیرون شه، خارج شه.
ما امید سکندر خنجی را گفتم قدر دوست دارم که نام سگ خود سکندر گذارید خنجی گذارید ما کانو داره صحبت بکنه کمی گذارید یک روافض حرام است خونت میخورم به الله قسم قریب خونت میخورم ای بیویجدان مریض نیست قریب خونت میخورم محمد مدنی در هر جای باشی والله مثل از پشت ابو اسامه روانت میکنم والله بالله قسم بالله قسم از پشت ابو اسامه روان میکنم مثل از او رو مردار کردیم تو رو مردار میکنیم ایره متوجه باش تصافت خوارج ماشاءالله ایره تو بفهم که اما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که شما میگن که کلاب النار هستین همین تو نمیتوانی شرم بدار تو کلاب نار هستی سگ نار هستی به این خاطر من یک سگی به هم مانند تو کلابی نمیشود در زبان عربی کلابو مبتدا خبر نفهمیده شرمندگی نکنه بله کلاب النار تلفظ غلط عربی به نشده عربی نشده سکندر خنجی عربی اگر نمیفهمم دین خود خوب میفهمم یک دیوانه مثل ابن باز و ابن تیمیه 600 سال بعد از امام ابو حنیفه آمد مثل شما وری مردم تربیت کرد شما در جامعه اسرائیل خواندگین جامعه الاسلام اسرائیل شما از اون طرف از امو جای چی میشوین حمایه میشوین احمد به نوبت صحبت میکنیم یا که تو فقط صحبت در کجا هستی اگر غیرت دارین شما دواعش میگیرین شما میاین مفسرین محدثین امارت اسلامی را شما بعد رد میگین دروغ است ما که خودمون دواعش گفتیم این تهمت است کی ما گفتیم ما طالب علم آزاد هستیم یک به تو دروغ چرا میگه همسال تو و هم روزی که ما آمدم روز اول با تو بحث کردم در کجا تو نگفتی که داریم در صفوف تو اگر اینقدر مرد باشی خواهرها و مادرایت بره از تاجیکستان بره از زیر ظلم و شکنجه بیار بالا تو نیار خود در افغانستان انتحار انفجار نکن احمد وقت میدمت انا کن نوبت من است کلب نار بفرما مرحمت الله هدایتت بکند قبوری به تو یک سوال است الله تو قبوری نیستم من قبوری نیستم من میرم در پیش تو با قبوری سوال امین است که ببین تو مرا معلوم کن نه کلب تو معلوم کن که من کلب من شاگرد محمد جاوید سیفی هستم من به تو یک سوال دارم شاگرد محمد جاوید سیفی هستم سیف دارم در دست خود سیف احسن انا این یک رحمت الله قسم به الله ببین احمد این یک رحمت قسم به الله والله بالله تلا نصف زندگیم برای زندگیم همه جاش بروه اگر بفهمم در کجا زندگی من به باد میدم میایم از پشت تو احمد صبر بکن احمد یک بار صبر بکن نفس کش یک پول آبی خنک بگیر صبر بکن منم گپ بزنم صحبت بکن صبر بکن گپ این است که این یک رحمتی الله هست که من وقتی تو را قبوری گفتم تو نگفتی خودت با دهانت که گفتی الله تو را میخیل کرد که گفتی که من شاگرد سیفی هستم سیفی قبوری است پس قبوری بله من قبوری نیستم تو قبوری بودن من توسل میکنم این یک رحمتی الله هست ببین احمد این یک رحمتی الله هست از یک اولیاء از یک شهید از پیغمبر من او را توسل میکنم به الله سبحانه تعالی تو وقت بیته من به گمراه بودن تو را در اساس قرآن و سنت اثبات بکنم اخی بیبی ما اندازه تو علمیت ندارم اگر تو اقدر مرد است همینجا مصطفی پایین است مصطفی رو بالا کن باور کن احمد یک لحظه قسم میخوایم با تو برس مسیح من یک لحظه احمد میخواین من نامرو من میتونم تو نه احمد الله خورت بکند قبوری باور بکن قبوری وزمین بوده ما اینو ببینید اینا نومش رحمت الله میگن این یکی از کرامت ها است که یک کس ما قبوری میگیم خودش با اول انکار کرده بعد اقرار میکند که قبوری است خبره بین خود و بین الله واسطه میگیرد اگر وقت دهی من با تو آهسته قرآن و سنت با مذهب ابو حنیفه فهمونم که تو قبوری هستی الله هدایتت بکند ما در هیچ جا نگفتیم که ما با یگان جماعت پیوست هستیم من طالب علمی اهل سنت و جماعت آزاد هستم نه طالبان به نه دیگه جماعت خطشه و نه
من یگان بار در یگان جا نگفتم که من داعش و چیزی دیگر. نه، ما طالب علم اهل سنت و جماعت هستیم. ما قرآن و سنت که صحبت میکنیم. با کسی مانند شود نشود این کاری ما نیست. ما به خاطر یگان کس مانند نشویم گفته دین دیگر نمیکنیم. دینی که از قرآن و سنت فهمی سلف آمد همین است. الله هدایتت بکند. قبوری به یک سوال عادی همین است که لا اله الا الله معناش بگوید. ببین تو اگر رکن میاری، تو اگر رکن و شرط و رکن میاری، تو بیار از 7 قرن به او طرف، 7 قرن به او طرف تو بیار، پیش از محمد ابن عبدالوهاب برای ما بیار. تمام. حسن بصری قبول داری؟ عبدالوهاب نمیاری، شرط و شرایط. من میگم ما وقتی لا اله الا الله محمد رسول الله گفتم، میگم آمنتو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و البعث بعد الموت. حسن بصری را میشناسی؟ ببین حسن، نه من تو سگ میشناسم، من تو سگ میشناسم، تو سگ. حاضر ما حسن بصری میگم حضرت شیخ اینا من زوکش هوی میکنم، گپ میزنه خودش خاموش نمیکنه، با مجبورم خاموش کنم. برادر که دتین ما ناعدالتی نمیکنیم، خاموش نمیستم، من نمیخوام زوکش بزنم، خودش خاموش نمیشه که همین صحبت کنه. همین شیخ خیلی من زوکش میزنم، شیخ صحبت کن، با بازش میکنم، نگریزه فقط. ببینید در کار باشه. حاضر همین بچه گفت که احمد گفت که درباره شروط لا اله الا الله گفت غیر از محمد ابن عبدالوهاب بیاریم و قبول میکنیم. من سوال دادم که حسن بصری را میشناسی؟ میگه که نمیگه. اگر کم نداره اینو حسن بصری را هم تکفیری گفته قرات میکرد باور که من حسن بصری کی بودنش حاضر نمیگم، لیکن من میگم که حسن بصری رحمه الله گفتن که لا اله الا الله کلید جنت است و همین کلید به خودش دندانه ها دارد. اگر همین دندانه ها چیست گفته سوالشد، میگن که دندانه های لا اله الا الله این همین شرط های لا اله الا الله است. هر کسی که لا اله الا الله گوید شرطهاش به جا نآورد داخل جنت نمیشود. اکنون احمد برایت حسن بصری به جواب بده. حسن بصری همین آدم چی میشد؟ همین آدم همین گپش کتی. سکندر خنجی تو اول گفتم که من میگم لا اله الا الله محمد رسول الله. الله یکی از شریک ندارد، هیچ معبودی بر حق نیست غیر الله سبحانه تعالی و محمد رسول الله فرستاده الله و پیغمبر الله و بنده الله. بعد آمنت بالله را میگم اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب میکنم. آیا من مسلمان نیستم؟ حسن بصری را یک طرف بمان. بعد از این رفته وسیله نمیگیریم؟ اگر قبر گپ دیگه طرف میبری. تو علمت اگر داری مصطفی را بالا بر، مصطفی را بیا بالا. من علمتم بالا، من یک طلبه خیلی میدهیم، لیکن من سخت‌ترین مجاهد دو تا برادرم تا روز شهید شدن. احمد فروریم باور که احمد بیچاره خیلی جاهله. احمد به خاطری که میزنه فرور نقوره های بیزید زیاد. ببینید حسن به خاطری چی بود؟ ببینید یک لحظه، ما سوال دادیم جواب نداد. تو گفت پیش از محمد ابن عبدالوهاب دلیل بیار، گفت من از تابعین آوردیم. این میگه که یک طرف مون اول سوال میتاد بعد یک طرف مون میگه. خیر احمدی بیچاره کمتر مریض است. خیر بفرمایید امروز وقتی ما رفت برای دیگریشو ببینیم که کنی چی میگه. برادر کیه همون نامش کدمه مرا اسکرینشات کنی روان کنه من بردارم. خیر من هوی میکنم همون انسانی که گفتگه همون برای دیگه برادرها ختان نبروین، حق به حق داد برسه. همین روز ای الله شرم کنین، الله قسم دین هر سر نبرین، دین یکی است. این من از نظر کنم که همون صورت کدام صورته ان شاء الله می برادر باشه. نه همون انسان خودش برویه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. السلام علی من اتبع الهدى. اگر از جماعت احمد باشه والا بدرک منم از دانه تشنی درست میرقم جواب سلام. ما خب مطابق حدیث نبی علیه السلام برک باید و علیکم السلام بگویید.
بله و علیکم السلام رو ما با کسایی که پیروان شاگرد سیفی هستن نمیگوییم، برای اون که شاگردان سیفی سایکو قبوری پایه شاگرد از یک دقیقه پیشتر گپ زده راسته بودی از قرآن و حدیث. خودت هم میفهمی که در حدیث صحیح رسول خدا صلی الله علیه و سلم مبارک، حدیث صحیح مسلم و صحیح بخاری جواب سلام دادن واجب است. تو خودت تو در قرآن و حدیث عمل نمیکنی، مثلا گفت چرا کم اعتبار کنی؟ انا کو دیگر حدیث رو قبول میکنی؟ پیامبر گفتند و مشرکا و به یهود و نصارا سلام نتید و جوابش به و علی گوید یا که سلام به هدایت یافتگان بگوید. ما خو الحمدلله ببین ایشون نگفتن نبی علیه السلام مبارک گفت سلام ندین، آن چیزی که گپ گوش کو و حدیث شریف حدیث حضرت ابی بکر رضی الله تعالی عنها را ما هم خواندیم الحمدلله. گفت آن چیزی که براتون میگه در جوابشان بکنید و علیکم. شما هم و علیکم هم به من نگفتین، شما گفتین و سلام علی من اتبع الهدى. ببین ما میگیم سلام به کسانی که پیروی از هدایت و از توحید میکنن، اما این سلام یک گپ گوش کو تو پیشتر گفته خیز میزدی درباره حدیث، یک دقیقه پیشتر خیز میزدی درباره حدیث و قرآن. تو خودت مطابقت قرآن و حدیث ما مطابقت قرآن و حدیث با منهج سلف صالح نه تو منهج سلف صالح را باندی جایش سلف صالح را هنوز تو میشناسی منهجش. اولا امی فرقه امی که تو خود وهابی گفتن گپ گوش کو امی فرقه به نام وهابی نگفتم، غلط کردی. امی فرقه وهابیت گپ فرقه به نام وهابیت اصلا وجود داره؟ نه نداره. خیلی چرا میگین وهابیت درست؟ ما نگفتیم ما به شما رد میزنیم که شما نگوین. ما اهل سنت هستیم میگیم. ما کی گفتیم وهابیت؟ دروغ میگیم. خب اهل سنت ما چی رقم کافر هستیم؟ تنال ما بگو ثابت کو کفر و شرک ما را ما بفهمیم ما چی رقم کافر هستیم، توبه کنیم. مصطفی فهمو من صحبت کنم اجازه میدی بعد از این سوال هایت؟ من گوش کدر هستم، ما هیچ چیزی نگفتیم در وسط صحبت. تمام. اولا در یگان نفر از برادرهای ما نگفتیم که ما وهابیت هستیم، ما وهابی هستیم، من این حق است فرقه وهابی وجود دارد. ما نگفتیم. ما برعکس به همون کسایی که میگویند که یک فرقه وجود دارد وهابی است این است اون است، ما به ویها میگیم که نگوین این گپ، مثل خودت نگو، میگیم فرقه وجود ندارد وهابی. الوهاب نام الله هست که معنیش کثیر العطا به بندهاش بسیار دهنده و بخشنده. خیلی بسیار خوب. این یک مسئله هست. مصطفی اشتباه نکن. ما به سوالی که دادی به خواست تو جواب نمیتیم. او استوسته به پیش میریم. اولا این بود وهابیت. ببین ما گرفتیم گپ وهابیت. وقتی تو گفتی وهابیت وجود نداره من که تو قانع شدم دیگه. از این با بحث اضافه طویل کشیدن حاشیه روی است. سوال دومی تو این است که از کجا و چرا ما تو را وهابی گفتیم؟ بگویم وهابی نه یک قد نپربو بگوی فهمو من چی گفتم؟ وهابیت بسته گپ گوش پیشتر خودت گفتی که ما این فرقه نیست ما هم قبول کردیم. الله اکبر. دیگه ما وقتی که به توافق رسیدیم حاشیه روی نکن. تمام این سوال گوش کن. تو میگه ما مشرک هستیم، تو میگه ما پیرو مذهب احناف هستیم، تو میگه ما مشرک هستیم. تو شرک ما را ثابت کن. ما چرا مشرک هستیم؟ برای خدا ما طبق معاهده ثابت کنیم. سبحان الله. صبر بکن مصطفی، صبر بکن، الله هدایتت بکند. زوک تابزه انسان زوک تابزه که زوک تمیزنه بعد ما میگوی که زوک ما را زد خودت زوک تابزه سوال خود را کردم خاموش ششتم اینو جواب مرا ارائه بکنه. زوک تابزه بعد در کارشید باز میکنی ای انسان. زوک تابزه بعد در کارشید باز میکنی. من بزنم. بارک الله علی الموحدین. ما به خاطر چی میگیم که اینها قبوریند؟ به خاطر اون که احمد دوست تو برآمد و گفت که ما پیروان و مریدان محمد جاوید سیفی هستیم و ما وسیله میگیریم، یعنی استغاثه میکنیم، زیرا که محمد جاوید سیفی هم من از مرده طلب کردن و بین خود و بین الله واسطه گرفتن را، استغاثه غیر الله را به نام وسیله جایز میدونست. ما گفتیم احمد این عقیده قبوری است و همون کسی که تو دوست میگویی و همون عقیده تو را دفاع میکرد و هم قبوری است. او گفت تمام مصطفی بالا کنید. ما گفتیم مصطفی برادر احمد پس قبوری. خب بسیار خوب گفت زدی برادر من. با تو ایگه کی گفت که کسی که وسیله قرار میده او انسان از قبر طلب میکنه؟ ایگه بر تو کی فهم؟ بله با ما همون استاد خودت محمد جاوید مشرک قبوری
لعنت الله علیه اخزاه الله. بیشتر درباره حضرت شیخ سید سلطان عبدالقادر گیلانی قدس الله سره العزیز گفتیم. ما برای یک جمله میگم تو از این میجا بفهم که چه رقم واحد بود. حضرت شیخ رحمه الله در ملفوظات ذکر است وقتی که از دنیا میره و پسر خود میگه یا بنی اعلم اعلم لا فاعل ولا مؤثر الحقيقي في العالم الا الله. بدون که نه فاعل و نه مؤثر حقیقی در کل عالم بغیر الله است. این عقیده باطل است. این انا می جمله باطل است. این عقیده اشعری چرا رقم باطل است؟ چرا رقم باطل است؟ آیا بغیر الله دیگه چیزی تاثیرگذار عالم است؟ صبر بکن. این عقیده اشعری اهل کلام قبوری است. انا الحمدلله خودت بیان کردی قبوری. برای اون که ما میگوییم در دوامش انا کل سوال میتیم در سوال با معلوم تر میشود. وقتی که آتش گرم کرد، وقتی که آتش یک انسان را سوزانید یا یک انسان در آتش سوخت، آتش انسان را سوزانید یا که الله سوزانید، فاعل حقیقی کی بود؟ فاعل حقیقی الله عزوجل است. اگر الله عزوجل به او خواص سوختاندن نمیداد و از کجا می سوختان کسی را؟ چرا انا من عقیده ببین ما نمیگم ایرا الله در قرآن میگه قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. مگه آتش سوزانندنی نیست؟ چرا ابراهیم علیه السلام است؟ صبر بکن. آیا ببین کسی که زنا میکند فاعل حقیقی کی است؟ فاعل حقیقی خود گوش کن. زنا، موضوع زنا این دیگه موضوع هست. چرا دیگر موضوع؟ تو ببین گوش کن گپا گوش کن. اگر الله در قرآن نمیگه گوش کن. الله خود در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. این معنی چی معنی؟ ما این معنای خوب میفهمیم که هر چیزی که شما میخواهید مگر اینکه این در مشیت الله وجود دارد و مشیت دو نوع است، مشیت قدری و مشیت شرعی. شرعا الله نمیخواهد اجازه بده جواب من کامل نشده. اجازه بده جواب من کامل نشده. اینو از خودش رفته ایستاده است. این قبوری ها از خودش رفته ایستاده است. الله لعنت کرد قبوری ها. انسان وقتی سوال امیتی من تا آخر جواب بگرد و تمانه بعد سوال جوابت اطفال تبیته که درست یا نادرست با دلیل. من یک جمله قولا نگفتم. ببینید من میگم ببینید من اینها را قبوری میگم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا حقانی قبوری ان. حاضر گفت که ببین انا من علمی ما این گپ گفت که فاعل حقیقی و مؤثر حقیقی الله هست. این سخن مطلق گفت یا نگفت؟ یعنی در همه کار گفت. این باید میگفت که در کارهای خیر فاعل حقیقی مؤثر حقیقی الله است، در کارهای شر نیست. پس این قدری میشد. شر این کار کرده بس این گمراه میشد. اگر این مطلق کی بود از نوکر مستی مسکت ببین جواب نمیخواهد ببین این نگاه بگه با گپ زن آخه انسان اینو بعد میگه زور کنم میزنم. اینو میدوند که ما گپ زنیم اینها گمراهیش آشکار میشد. سوال دادی من باید جواب بدیم. آخر نمیشه که سوال تی من یک کلمه کتی جواب بدیم. ببین اینا وقتی که میگن که فاعل حقیقی و مؤثر حقیقی الله هست، این مسئله به سه تا مذهب است. مذهب قبوری های اشعری و ماتریدی و صوفیای قبوری اخزاهم الله و لعنهم الله، و مذهب اهل سنت و الجماعه و مذهب قدری ها میگد که فاعل حقیقی در خیر الله هست مؤثر و در باب شر الله نیست، مؤثرم نیست، فاعلم نیست. اهل سنت و الجماعت میگن که الله هر می چیزی نیک و بد خلق کرد، اما انجام دهنده این کار خودی همین چیز است که الله همین خلق کرد و اجازتش داد. اما اشعری ها و ماتریدی ها میگن که انا هر یک چیز این خودی الله هست، فاعل الله، مؤثر الله هست. بعد از این انسان مطلق ذکر کرد برای اون که دیگر علاج ندارد. پس اگر فاعل حقیقی الله باشد، مؤثر حقیقی الله باشد، از این میبرارد که سخن اینا معناش همین است که یک انسانی که شرک میکند در نزد الله جزا ندارد، زیرا که شرک کننده شرک نکرد، فاعل حقیقی و مؤثر الله هست. الله و مؤثرش هم الله شرک کرد، بنده هیچ هم نکرد. کی زنا کرد؟ الله. اعوذ بالله، قسم به الله نتیجه سخن اینا همین است. و این سخنشون به کی رفته میرسد؟ این سخنشون نتیجه همین است که ابو جهل و ابو لهب مسلمان است. از این که پیامبر خطا کردن ابو جهل و ابو لهب کافر گفت. این قاعده باطل است. این قاعده باطل است که اینها این
توحیدشان نمین است. نه این باطل است، این خیلی نیست. هر یک چیز مؤثر است. من وقتی که به سنگ یک جای زدم سنگ شکست، اما به اذن الله شکست. خود الله نشکست، الله اجازت داد که شکست. اذن الله دیگه، فاعل الله گفتن این دیگر چیز است. اعوذ بالله. از همین سبب مشرک میگن که هر یک شرک کننده شرکش کی کرد؟ الله کرد. این خیلی عقیده باطل است و انمین دلالت میکرد که اینو قبوری است. الله هدایتشون بده. مثلا این موضوع صحبت کن باید میکنم. خب برادرم، تو گفته رایستی که نه شر مثلا از جانب الله نیست، شر از طرف الله منصوب نمیشه. های در قرآن عظیم شان چرا الله عزوجل در سوره جن اقوال جنیات نقل کرده است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان لا ندری اشر یرید بهم الارض ام اراد به ربهم رشدا. این چی معنا میده؟ ما نگفتیم شر از جانب الله نیست، ما گفتیم خالق شر الله است. ما مذهب قدریه گفتیم، لیکن بیچاره تو نیستی گپی ما فهمیدی، نیستیش نفهمیدی. تو شایسته بحث نیستی. ما گفتیم که قدریه ها میگوید، گفتیم ای بیچاره ها. ای برادر حسن ببینید این قبوری بیچاره را ببینم موبیل که اینم نه وقتی که آیت قرآن ما وقت نداریم. ببینید یک بار دیگر میگم صحبت کردنی خوب صحبت کن، گپ تا آخر بزنن. حسن همینجا شنیده است. در کار شود از تک دیگر آدم های برارید بالا. من آیا گفتم که الله شر خلق نکرد؟ من حتی اینو تاکید کردم. عقیده ما همین است که الله خالق الخیر و شر است. من قدریه های مثال آوردم که قدریه ها میگوید که الله فاعل خیر است و مؤثر خیر است، اما فاعل شر و مؤثر شر نیست. انا این من مذهب قدریه را گفتم. تو بیچاره به من نسبت داده آیت من بخونده شده. غلط میکنی. من خیلی نگفتم. ما عقیده داریم که زنا را الله خلق کرد، شرک هم الله خلق کرد، خوک را هم خنزیر را هم الله خلق کرد و دیگر چیزهای حرام و نجاست و شرک همیشه الله خلق کرد. لیکن آیا خودی همین کارهای حرام خودی انسان وقتی که انجام میدهد خودی انسان انجام میدهد یا که الله انجام میدهد؟ زیرا که تو گفتی فاعل حقیقی و مؤثر حقیقی الله هست. ما گفتیم این عقیده باطل است. وقتی که میگیم که فاعل حقیقی الله هست، اعوذ بالله، انا من مذهبی چی میشه؟ جبری. مذهبی جبری میشد که هر یک کاری که میکنی اینا خودی الله کرد، تو دیگر علاج نداشتی و بالاخره شرکم الله کرد و بالاخره مشرکم مسلمان است. لیکن بیچاره گپ تو فهمیدی بیمونه است. برای شیخ موضوع که ختم زنم این گپ زنه چیزی گفتنی به تحقیر دلیل آیت حدیث بیان کن، خوب بیان کن. نه حضرت موضوع که ختم زنم عدل شوه. من طرفدار حق هستم. هم میخوام که مردم بفهمه حق. خب جناب شیخ میگه که برادرم میگه ولی این مشرک خود شرک میکنه سر به دل خود، سر به اراده خود. او رقمی که باشه خیلی معنایی آیت قرآن عظیم شان چه یضل من یشاء و یهدی من یشاء. هدایت زلالت از روی از طرف الله است. این الله است. کسی را که مشرک میکنه الله مشرک میکنه، کسی را که مؤمن میکنه الله میکنه. اگر گپ تو باشه خیلی رقمی کله که سر به خود هر کار کردن سر به خود کردن است. آیت پیشتر معنا نکردی گریختی. اونجا خو الله میگه و ما تشاؤون، خودت پیشتر عربی پرانده راسته بودی و نمیخواین ایشان الا ایشاء الله رب العالمین، مگر آن چیزی را که الله که رب عالمیان است میخواهد. یعنی مشیت از اینا وابسته به مشیت الله است. در کل عالم چیزی بدون اراده الله پیش نمیره. قل لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا. در دیگر آیات الله میفرماید بگو نبی علیه السلام به ما چیزی اصابت نمیکنه مگر اینکه الله در حق ما نوشته کرده باشه. و اینجا مستقیم معنا میکنه که اگر شرک هم به ما میرسه این اون چیزی است که الله در حد ما مقرر کرده است. ببین اینجا معنای فاعل حقیقی چی هست؟ معنای فاعل حقیقی انجام دهنده امور هست. تو اول باید بفهمی که منظور کلمه چی هست. منظور خودت نفهمیده خیز میزنی. یعنی هیچ انجام دهنده امور در کل عالم بغیر الله نیست و این خود الله در قرآن به یک بار نه، به دو بار نه، به 10 بار میفرماید که هیچ کسی هیچ کاری را بدون مشیت الله کردن نمیتونه. این منظور از فاعل اینجا مشیت است. اولا که جمله بزرگوار را باید بفهمید. مؤثر خب بغیر الله هیچ کس مؤثر نیست. اگر الله نخواهد چی چیزی تاثیر پیدا کردن میتونه؟ برای این معلوم میشه که حقیقت مؤثر دهنده تاثیر دهنده که وقتی الله شد خود تاثیر حقیقی هم از آن الله هست دیگه. وقتی که نسبت به طرف الله میکنی یک موضوع را، پس چرا حقیقت از موضوع را بیان نمیکنی؟
خب بعدا میگه نه ما ایران ما هم الحمدلله قبول داریم، ما نمیگیم نعوذ بالله کاری کارم. اینجا فاعل منظور ازی گفتم اگر داننده امور ما نمیته. خب اول باید کلام بفهمید که در کل عالم نه کدام چیزی نه کدام شیء تأثیر داره در حد بالذات، نه کدام شیء نه کدام چیزی فاعل هست بالذات، یعنی گرداننده امر و امور هست بالذات، بلکه الله هست که همه امور بالذات مربوط به او میشه. تأثیر اشیا تأثیرش از الله هست. وقتی که تأثیر از الله باشه خب مؤثر حقیقی پس الله شده. ولی تو یک سوال میکنم اکرم حضرت، گوش کن. یک سوال تر میکنم، من مشرک بدم، آیا من همین مشرک بدن من الله مشرکم کرد یا که خودم مشرک شدم؟ برادر من پیشتر برات گفتم که الله در قرآن میفرماید یضل من یشاء و یهدی من یشاء. ضلالت الله میگه از ما هست، هدایت از ما هست. تو اینال تو بگو که تو را کی مشرک کرده بود، تو را کی ذلیل ساخته بود؟ من خودم از گمراهیم، من خودم که ببین برادر من من خودم گمراهیم. یا دانستن ای داخل داشتن فرق داره، دانستن ای داخل کردن فرق داره، یا فرق کن برادر من. دانستن این میال کل مشرکای دنیا کل گپ میفهمن، چرا مؤمن نمیشن؟ چرا صاحب ایمان نمیشن؟ مگر به نبی علیه السلام مبارک الله نگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. حضرت ابو طالب نمیفهمید، ابو طالب بزرگوار نمیفهمید. با حضرت میگم حالا شاید خیز بزنه بگه دور حضرت ما به خاطر خدماتی که به نبی علیه السلام مبارک کردیم کوئی گپ میزنیم. خب او نمیفهمید که اسلام حق است. در پشت سر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مبارک استاد نشده بود. وقتی که به دست خود باشه خب چرا در اسلام داخل نشد؟ چرا داخل نشد؟ 10 سال خدمتش هم کرد. به خاطر چی؟ الله نگفت انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت از آن تو نه بلکه هدایت از آن الله است. این الله است که کسی را هدایت میکنه، کسی را ذلیل میکنه. بنده چی کاره این گپا است؟ در دست بنده هیچ چیزی نیست. ایرا باید خوب گوش کن برادر من. ایرا باید کل بفهمن. حتی و نبی علیه السلام مبارک گفت فردا بیاین درباره موضوع صحبت میکنم. چی گفت طرف نبی علیه السلام مبارک الله مگر در قرآن در سوره قصص هست اگر اشتباه نمیکنم، ببخشید در سوره اسرائیل یا ایمی سوره هست یا قبل از او آیت هست، میفرماید آیت مبارکات ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. اینا چی میگی تو برادر؟ حالا شما چرا این رقم ظلم میکنین در حق مؤمنان؟ چرا به نام ازی که ما رحمه الله رحمه الله رحمه الله، چرا رحمه الله؟ ما از خودت سوال میکنم، آسان سوال. خودت قرآن میدونی، قرآن میفهمی. ما یک آیت به ما ترجمه کن. الله در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحث نکن، فقط آیت ترجمه کن. نه این طرف برو نه اون طرف برو، نه بحث این طرف. فقط آیت ترجمه کن. ما اینا برادرم خودت هم گفتی که ما میخوایم حقیقت را بدانیم. نه اینا لبان فقط وقتی که اگر حاشیه روی کرد، آیت ترجمه نکرد، حاشیه روی کرد، پس بنان خودت موظف هستی که باید قطع بکنی صدایش. درست از گپم؟ میشنوی مدیر صاحب؟ شنیدم. شیخ برادران نویسته فرمایند شیخ کشوده خودش با که زبوک خودش عدل کرده پوشیدگی. جناب هر کسی که هست شیخ صاحب با ما آیت فقط آیت را ترجمه کن، نه این طرف برو نه اون طرف برو، نه دیگه. الله در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. این میره با ما فقط تشریح چی معنی؟ شیخ آوازت کشوده خودت اینه که عدل کردی پوشو اینه که قلب کردگی بکشو جوابش بگو. بارک الله فیکم. تمام. مصطفی صوتت خاموش بکن، گوش بکن. ما میگوییم که برادران و خواهران اهل توحید خاموش که انسان خاموش که خاموشت میکنم مثل که همه این مسئله تعلق دارد به مسئله تقدیر. این مسئله خیلی مسئله نازک است. تعلق دارد به مسئله تقدیر و در مسئله تقدیر 3 مذهب وجود دارد. مذهب جبری ها، اشاعره و ماتریدی و قبوری های صوفیه که عقیدهشون اشعری ماتریدی است. اینها که اشعری ها و ماتریدی ها بین دو تقدیر فرق گذاشته نمیتونن. تقدیر کونی داریم، تقدیر شرعی داریم. اینو فرق کردن نمیتونن. برای همین گمراه شده و قبوری شدند و سخنی که امروز میگه که الله میخواهد شرک کفر را، این نفهمیده شده است که شرعا الله نمیخواهد. اعوذ بالله.
هر کسی میگوید که الله شرک کفر میخواهد و همین شرک کفر به اراده شرعی الله میشود بگید این کفر میشود. بلکه ببینید دو نمود تقدیر داریم. تقدیر کونی، این تقدیر کونی قدری گفته میشه. در این تقدیر کونی قدری الله شرک و کفر خلق کرد و به مردم اجازه داد که هر کسی کدومش اختیار بکند. اما در تقدیر شرعی الله دوست نمی دارد مگرم چی رو؟ توحید رو. و خیلی هم شرک رو بد می بیند و بدش می آید. این در تقدیر شرعی. معنای این دو تقدیر همین است که الله مردم رو مجبور نکرد، بلکه مردم اختیار دارند در قبول کردن این یا آن مسئله، یا در قبول کردن دین. در قبول کردن دین الله این آیت آورد که و ما تشاءون الا ان یشاء الله، شما هیچ چیزی رو خواسته نمیتونید مگر همون چیزی رو که الله خواسته باشد. بله این آیت معناش اول فهم که مفسرین چی میگن. یعنی معناش همین است که الله به علمش و به قدرتش در لوح المحفوظ همه حادثه‌ای که در این دنیا میشود نوشته مونده است، اما الله همین رو به علمش و قدرتش دانست و نوشت که انسان به اختیار خودش میکنه. به اختیار خودش انسان یا گمراه میشود یا به اختیار خودش جانب هدایت رو مییابد. از همین جهت آیت آورد که یضل من یشاء و یهدی من یشاء، الله کسی رو خواهد هدایت میکند، کسی رو خواهد گمراه میکند. بله الله کسی رو قلبش رو دید که اراده به خیر دارد هدایت میکند، و الله کسی رو قلبش رو دید که اراده به خیر ندارد و گمراهی اراده کفر شرک دارد به همون راهش با اجازتش میده. الله سبحانه و تعالی ما رو بدون اختیار خودمون به یگان گمراهی نمیبرد، اما بدون اختیار خودمون هدایت رو بردنش ممکن است. ما شرک و کفر اختیار نکنیم اما هدایت رو هم اختیار نکرده آرام استیم، الله از رحمت و فضل و کرم خودش ما را در این حالت به جانب هدایت بردنش ممکن است به یکی از سبب ها. اما هیچگاه یگان بنده رو الله به کفر و شرک بدون سرچشمه اختیار بنده نمیبرد و این عقیده اهل سنت و الجماعه است. اما کسی میگوید که نه، هر کسی که امروز مشرک شد الله این مشرک کرد، پس در روز قیامت این مشرک الله به گفته میتواند که ای الله من خودت مشرک کردی، من با چرا دوزخ میاندازی؟ این است عقیده جبری ها، عقیده اشعری ها و معتزلی ها در مسئله جبر. جبر همین است که بنده اختیار ندارد، بنده اختیار ندارد. عقیده جهم ابن صفوان، عقیده اشعری ها، ماتریدی ها، قبوری ها انمین است. اینها از این عقیده چی نتیجه میبرند؟ از این عقیده باطل نتیجه همین است که هر کسی که قبر عبادت میکند اینا الله خواست، بنده گناهگار نیست. هر کسی که زنا میکند اینا الله خواست، بنده علاجش نبود، مجبور بود. جبری. و عقیده مخالف عقیده جبری قدریه ها هست. اصلا تمامی قدرت الله، علم الله انکار کرده، میگه که نه، الله اصلا یگان ذره به عمل بنده تعلق یا اختیار یا که علم الله در این مسئله تقدیر وجود ندارد. علم الله وجود ندارد، بنده کاملا در اختیار خودش هست. میگه اینم باطل است. ما هم قدریه های این کار میکنیم، سلف صالح تکفیر کردن قدری و کافر است، هم جهمی هایی که در باب قدر هستند اینها کافر گفته تکفیر کردند، جبری های جبری جهمی. بلکه عقیده اهل سنت و الجماعت همین است که تقدیر به دو قسم تقسیم میشه. تقدیر شرعی که الله هر چیزی رو که دوست داشت، هر چیزی رو که انا همون رو گفت که بکنید امر کرد، انا این تقدیر شرعی است، انسان باید بکند. و این چنین تقدیر کونی هست که الله در لوح المحفوظ نوشت که یک بنده به اختیار خودش فلان کاری کفر و شرک رو میکند. بله این بدون اجازه الله نمیشد، الله هم به اجازه داد اما همین نمیخواهد، همین نمیخواهد. اما الله حرکت همون بنده دیگر نمیکرد، برای اون که این دنیا دنیای اجباری نه، این دنیا دنیای اختیاری است، این دنیا دنیای ابتلا هست. به خاطر ابتلا برای همین الله در قرآن میگه الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یعنی اگر مردم خودشون مسلمان گویند ما اونها را مگر نمیسنجیم، بلکه میگن میسنجیم تو که آدم صادق آدم کاذبه.
فرقش برویم. لیکن افسوس که این قبوری ها فرق تقدیر نمیفهم. اما بعد سوال دیگری من برای اینها همین است که یک نفری که به مصطفی همین است که یک نفری که کفر به طاغوت ندارد، الههای باطل انکار نکرده است، رفته از قبر میپرستد، سجده به همون پیری طریقتش میکند، همونهای بین خود و بین الله واسطه و از همونها طلب شفاعت میکند، آیا همین مسلمان است یا نیست؟ خب برادرم، الله المستعان. اولا که خودت بسیار تشریح کردی، سوال آیت هم جواب ندادی، خب خیرش اینو از جمعه فهمی که چی بچی است. دومی که کسی که به غیر الله سجده میکنه، کسی که از غیر الله کمک میخواید، کسی که از غیر الله مدد میخواید، این در نزد ما مردم کفر است. به غیر الله سجده، حتی سجده عبادتی چی، سجده تعظیمی یا ذره بر آن چیزی که به الله ثابت است به غیر از او ثابت میکنه، کفر است. در نزد ما را کفر میکنه. یکی. دومی که خودت گفتی که ولا این هر کس کفر چیز میکنه به اختیار خود میکنه و این تو میشه ما برای یک کل گپ یک طرف بان. عقیده اهل سنت و الجماعت سیدنا حضرت امام اعظم رحمه الله تعالی رضی الله تعالی عنه بزرگوار نقل میکنن در کتاب خود در فقه اکبر، بسیار ساده و آسان. همین موضوع موتور کلا بسیار آسان. میگه فکفر من کفر بفعله و انکاره، بفعله و انکاره، ولی آخرش میگه بخذلان الله تعالی. و من آمن بفعله و اقراره و تصدیقه بتوفیق الله تعالی. یعنی در هر دو حالت نه کفر کسی از خزانه الله بیرون است. انسانی که کافر میشه و به خزلان الله کافر میشه، چرا که در علم الله هست که الله او لایق ایمان نیست و او کسی که لایق ایمان هست ایمان میارد، تصدیق میکنه و عمل میکنه، او به توفیق الله صاحب ایمان میشه، چرا که در علم الله هست که او صاحب ایمان و لیاقت ایمان داره. یک. دومی که پیشتر درباره وسیله گفتی، وسیله در نزد ما، در نزد کل علمای اهل سنت و الجماعت تا تقریبا پیش از همین پیدا شدن عبدالوهاب نجدی پیش از او جواز داشت. ولی بعد از اینکه عبدالوهاب نجدی پیدا شد باز خیزد که ما موحد هستیم، وسیله جواز نداره. در نزد ما هم وسیله جواز داره، هم کسی که وسیله نمیکنه هیچ مشکلی نداره. یک انسان از مستقیم از الله میخواد هیچ مشکلی نداره، ما کلا قبول داریم. چرا قبول نمیکنیم؟ مگر ما قرآن قبول نداریم؟ ما هم میگیم که الله عزوجل در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعونی استجب لکم. مرا صدا بزنید و شما را قبول از هر چیزی که شما برای صدا بکنین، صدا بزنید، استجب لکم، استجابت میکنم من از برای شما، دعای شما را قبول. وسیله بالاعمال به حدیث شریف ثابت هست، وسیله بالذات به حدیث شریف ثابت هست. حالا بگو نه ثابت نیست، حدیث بخاری شریف نیست. دیگه باز پسند ان شاء الله حدیث بخاری شریف در باب استسقا میتونید که پوری مطالعه بکنید که آیا با توسط دعای سیدنا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک، آیا دعای حضرت درباره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه مبارک نمیگه پروردگار ما کنا نتوسل بنبیک و ما توسل به نبی تو میکردیم، حالی که اونا نیستن توسل به عمشان میکنه. این خود حدیث صحیح بخاری است، اینا ما دل خود نمیگیم، اینا باید بخونیم. در نزد ما توسل نسبت به جواز داره. بعدش هم آمدیم سر موضوع ازی که یک نفر میره دم روی قبر توسل میکنه، مخصوصا سر زیارت نبی علیه السلام مبارک توسل میکنه. بر نزد ما ایران جواز داره. چرا؟ به خاطر ازی که وقتی که نبی علیه السلام مبارک وقتی که در دنیا نامده بود، اون وقت اقوام یهود توسل به نام الله عزوجل به نام نبی علیه السلام مبارک میکردن و اینا کامیاب میشدن و الله همین قول از اینا را در قرآن نقل کرده و اگر این کار از اینا باطل می بود الله رد عمل بر بالای از اینا میمون، میگفت اینا باطل است این کارشان، ولی الله نگفته کارشان باطل است، فقط بیان کرده که مردم از برکت اینمی نبی قبلا به چیز میرسید. میتونی که تفسیر قرطبی صفحه 27 تفسیر آیه و كانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل، این تفسیری آیت بخوان ببین قول ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک، ببین چی گفتگی هستن. این مشکلی است که مطالعه سخت است و این ما پیشترم تو را گفتم تو از بحث سوسو نرو، خود دما آیت ترجمه بکن. ما او آیت ترجمه را کلا موندی خوردی چی شد؟ اینا لا آیت فقط دما ترجمه بکن.
نه ایسو برو نه اوسو برو، فقط آیت ترجمه بکن که ما بفهمم، ما ببینیم چقدر قرآن بلد هستی. تمام کردی؟ بله. فکر کردم که سخن این معنای خاموشی تمام کردن است دیگه. بفهم. بله. من فهمیدم که قبوری، ببینید قبوری سخنش تمام کرد. در اولی بحث گفته بود که چرا مرا قبوری میگید. حالا آهسته آهسته ما انکنون به موضوع سلب موضوع داخل شدیم. سلب موضوع همین است که وسیله رو میگد ما جایز میگیم و رفته رفته آهسته قبر پرستی رو هم حالا بعد از کمی میبینیم که به قبر پرستی چی میگه. بله ما قبول داریم وسیله دو نمود است، وسیله شرعی و وسیله غیر شرعی. وسیله که ثابت شده در قرآن و سنت این همون وسیله که انسان به نامهای الله و ابتغوا الیه الوسیله دعا میکند، همون وسیله که با سبب عملهای صالح خود بین خود و بین الله وسیله میگیرد. روایت امام مسلم حدیثی 3 نفره که به غار رفتند خیلی طولانی است و این چنین وسیله که طلب دعا کردن از یک زنده انسان زنده حاضر است. خیلی که عمر بن الخطاب رضی الله عنه بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم به عباس اما که پیامبر گفتند که ما به دعای رسول الله وسیله میگرفتیم، امروز به دعای تو ای ام رسول الله وسیله میگیریم. این آدمی چی است؟ زنده و حضور داشته وسیله میگرفتند. اما یگان نفر از علمای سلف صالح در یگان حالت یگان مراتبه وسیله بدو جهت بگیم، وسیله که به نام استغاثه باشد یا وسیله به نام احترام کردنی به پیامبر باشد، روایت نیست و این چیزهایی که اومده باطل است، روایتش ضعیف است، دروغ است. از عبدالله ابن عباس در این مسئله یگان روایت نیست، بلکه خود قبوری ها ساختند و بافتند، بلکه برعکس بر علیه این روایت اومده. تو هم مرحمت اگر کتاب خونی چخیلی که خودت به ما گفتی تفسیر قرطبی بخون، ما میگیم که کتابی سنن ابو داود بخون. یک نفر به نزد قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده نزدیک شده، به حرمت رسول الله و به حق رسول الله دعا میکرد. نبیره رسول الله این من کرد. نبیره رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و در بعض روایت حسین در سنن روایت شده است که من کردند، زیرا یگان نفر از صحابگان به حق پیامبرت ما را مغفرت کن یا رحمت کن یا به حرمت پیامبرت گفتن چیزی نیست. این یک تهمت و جهالت بر دین است و این سرشوی قبوری است و علمای اهل سنت و الجماعه انا همین چیز را بعد از اینکه به وجود آمد گفتند که این چیز یک امر منکر است. بعض از علما گفتند که بدعت است و بعض دیگر گفتند که شرک اصغر است و قول راجح این شرک اصغر است. اما در مسئله این آیت که گفتی سوره کدام سوره بقره گفتی که سوره آیت قرطبی بگیم همون روایت تفسیری که قرطبی تفسیر کرده زود گفتی و رفتی. اگر سوره بقره وتی 89 را گفته باشی و کانوا من قبل یستفتحون همین باشد والله اعلم، ما نظر میکنیم در نزد ما وجود دارد، یگان حجت در اینجا نیست. الله هدایت بکند. آخری کار همین است که سوال ما گشته به وجود می آید از یک انسانی که مرده هست. تو گفتی سوال کردن از مرده رو ما کفر میدونیم، ما کفر میدونیم گفتی، ولی شیطان همین کفر میدوند والله اعلم، لیکن مردم با فریب میدهد. اما آیا همون آدمی که به سر قبر میرود و عبادت رو انجام میدهد همون کفر انجام میدهد معین کافر است یا نیست، مشرک است یا نیست؟ همون قبری که قبر رفته واسطه میگیرد بمانندی انا همین جاوید صوفی سیفی و شیخ کلانش سیفی ها که بین خود و بین الله واسطه میگیرند قبر رو و از قبر طلب میکنند که الله به در رفته بگو، یا که
سجده به قبر یا طواف به قبر میکنن، بله این امرشون کفر است، لیکن آیا همینا کافر هستن یا نیست؟ برادر من 100 بار حاضر آماده هستم سوال تا جواب بدم. من یک آیت برات 1 ساعت پیش خواندم که امیر به من جواب بگو. الله در قرآن در اول سوالی که من قبلا کردم اول جواب تو جواب میدم. ببین مرا گوش جواب میدم. تو تشویش نکن. من آیت بگو ما کتاب نظر بکنیم. بگو آیت چیه؟ کدوم آیت؟ الله در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا والآخرة. آیه 27 سوره ابراهیم. به من میره معنا بگو که چی معنا میده. آسان. و چرا از موضوع میبریم؟ تو یگان حجت گرفتنی باشی بگو حجت. حالا تو حجت چی میکنیم؟ من میخوایم بفهم که تو اول در فهمت نسبت به قرآن چقدر است. ما اول باید یک آدمی که یکی دیگه درباره قرآن بحث میگه گوش کن. یک آدمی که در قرآن یکی دیگه بحث میکنه باید اول بفهمه که سطح علمی برابر است نیست. تو اینا به من همین آیت ترجمه کن که من بفهم تو فهمت نسبت به قرآن چقدر است. آسان. بیا خاموش باش مصطفی. بیا بس. در تفسیر بغوی امام البغوی رحمه الله در کتاب معالم التنزیل میگویند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله، يعني في الحياة الدنيا يعني قبل الموت، وفي الآخرة يعني في القبر. هذا قول أكثر المفسرين من السلف. معنای آیت همین است. اگر ترجمه بکنیم معناش همین است که یثبت الله الذین آمنوا، الله ثابت نگه می‌دارد، ثابت قدم نگه می‌دارد همون کسایی را که ایمان آورده اند. آمنو ای وحدو، چخیلی که ابن عباس میگن بالقول الثابت، با قول ثابت. قول ثابت در این تفسیر چی است گفتن بغوی؟ کلمه توحید و هی قول لا اله الا الله در حیات دنیا پیش از موت و پیش از آخرت. یعنی هر کسی که لا اله الا الله را گفت، ایمان آورد و به همین عمل کرد، در این دنیا و آخرت الله اینه چی میکند؟ نگاه میدارد. و این تفسیر امام البغوی رحمه الله. هدف از آخرت چیه؟ هدف از آخرت ظاهر در اینجا تفسیر به مقال خودش بیان کردیم که یعنی فی القبر، یعنی در آخرت، یعنی در قبر. امام البغوی میگن که و فی الاخره. صبر بکن سوال بجاوب. صبر بکن. و فی الاخره یعنی در قبر گفتن، یعنی فی القبر. هذا قول اکثر المفسرین من السلف، یعنی در قبر. نظر بکن به تفسیر این چنین وجیه، تفسیر کتاب عزیز للواحدی در همین مسئله و فی الاخره به یعنی میگه که یعنی فی القبر یلقنهم کلمة الحق عند سؤال الملکین. یعنی انسانی که در این دنیا شرک نکرد، کفر انجام نداد، وفات کرد، در درون قبر وقتی که ملکین می آیند الله این موحدها را ثابت قدم نگه می‌دارد. این به موضوع ما چی دخل دارد؟ این بر ضد خود قبوری به این دخل ندارد. این قبوری است جواب دادن نمیتونه ملکین. قبوری ما جواب دادن اینجا خو به لفظ سره آخرت آمده. تو چطور قبر گفته رسی؟ نسبت به کدام دلیل؟ برای چی؟ انا برای اون که علما میگویند وقتی که وفات کردی اولین قدم به آخرت دادن. این قبر آخرت نیست مگر؟ ببین من قول علما را چی کنم؟ به من حدیث دلیل پیش کن، دلیل از قرآن حدیث پیش کن. ببین من قول علما نگفتم. ببین من قول علما نگفتم. تو بیچاره قرآن حدیث گفت تو قول علما را قبول نداری. ببین مصطفی تو مفسر قرآن حدیث گفت در استعمال تو خاموش باش تو آداب و اخلاق و قبوری خاموش باش. ببین در این مسئله ما به تو گفتیم که ما مردم علم ندارن، بگو ما علم نداریم. تو میدوی نه پشت بغوی. این عزیز معلوم میشه که شما نه قرآن خوانده نه پشت حدیث رفته. اگر تو حدیث شریف را میخوندی گوش کن، اگر تو حدیث شریف را میخوندی خیز میزنه نمیشه بغوی. حالا من قول بغوی را چی کنم؟ من قول مفسرین را چی کنم؟ در من معنا که وقتی که تو قبر معنا میکنی بیار دلیل از قرآن یا از حدیث شریف بیار که قبر معنا بدهی. از این عبارت که دین شما فقط از قرآن و حدیث و معنای قرآن و حدیث خودتون میگیرید. بله؟ قرآن و حدیث خود قرآن و حدیث معنا میکنه، قرآن معنا میکنه. جلالین قبول داری؟ جلال الدین سیوطی و جلال الدین المحلی قبول داری؟
معرفی کنم جلال الدین سیوطی را چی میکنی با من دلیل از قرآن و حسن حدیث قبول بی اینا محکم بی که این آخر تازه دیوانگی بگذاشت کن. من همین علمای شرکی خودتون نگوهم با مکلی میکنم. پس بگو کی علما بگو اینا رو برات میگم. خوب گوش کن، من جوابم میگم، دلیلم برات میگم. صبر بگو. علمای انصاف نشده ای تا بسونگه ببینید. شما وقتی که ما میگم که شما از حدیث اطلاع ندارین، این حقیقت است که تو از حدیث شریف اطلاع نداری. اگر تو از حدیث شریف اطلاع می‌داشتی، تو هیچ وقت نمیگفتی که را بغوی میگه، مستقیم میومدی میگفتی را پیغمبر علیه السلام مبارک گپ میزنه که منظور از قبر اینجا آخرت هست، منظور از قبر در اینجا چی نیست، منظور از قبر در اینجا چیز نیست، آخرت منظور از آخرت اینجا قبر است، بلکه منظور از این صحرای محشر نیست. چون ما که میگم شما به حدیث شریف استدلال ندارین، دسترسی ندارین. اگر تو دسترسی بداشی مستقیم اشاره میدی به حدیث شریف، نباید اشاره میکنی. حدیث شما را 4000 گپ گوش کن، 4600 من به تو حدیث میگم تو گوش بکن. من به تو حدیث میگم گوش بکن. اینم یک خاموش بکنین. اگه نه خاموش نمیشه بعد خاموش میکنم، بعد دال مردم میگه که اینه یا زده. اصلا مردم گوش بکن. این انسان قبوری به ما گفت که معنای آیت گوید. ما معنای آیت از تفسیر گفتیم. این جاهلی قبوری میگفت که همین آیت به حدیث تفسیر کن. ما به حدیث تفسیر میکردیم، با که ندارد. معنای آیت گفتیم، معناشو گفتیم. حدیث تفسیر کنگی من مرحمت به تو حدیث میگی. حدثني ابو الشائب و اويستوست ميربن عن اعمش عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال التثبيت في حياة الدنيا إذا أتاه الملكان في القبر فقال له من ربك فقال ربي الله، فقال له ما دينك قال دين الإسلام، فقال له ما نبي قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك التثبيت في حياة الدنيا. و این چنین حدیث ما به تو چند دیگر بیاریم باز میاره. اگر خوی از البراء بن عازب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر فقال إن المؤمن إذا سئل في القبر قال ربي الله. پس انکنون دیدی که حدیثی صحیح اشکر واضح بیان میکند در زیر این آیت که پیامبر گفته شدن که این حدیث، این آیت در درون قبر کسی که دو ملائکه می آیند و سوال میکنند که من ربک، من نبیک، ما دینک، میگند الله آدم موحد به کمک میکند. انا دو تا حدیث آوردیم از برای ابن عازب. بعد که چی میگویی؟ با خواهی با شش دیگر حدیث به تو بخونی، لیکن اینا یک اول ببین کسی که این گروه را جور کردی، ببین این کارت وقتی که میگی ما کلا گرا وقت میتیم، ولی وقتی که من گپ شروع میکنم تو مایک مرا بسته میکنی یا آدم که گپ شروع میکنه ببین سوال داره کردی جواب خود نگرفتی. ای انسان نگاه کن، یک لحظه نگاه کن. تو سوال کردی که ترجمه تفسیر کن و کرد با سوال کردی، گفتی که چی؟ امر از تفسیر نه و از سلف نه و از چی؟ از حدیث بگو. وقتی گفتنی میشه و با تو در برابر ایوای گپ میزنی، برای خم زوک تر زدم. من گفتم پیش گفتم که خودت زوک تر نزدی، بعد زدم، مجبور شدم. من نگو من عدل کردم، خودت مرا تو فهمیدی. حدثنا محمد بن خلف الاسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم همین آیت تلاوت کردند. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. همین آیت تلاوت کردند و دوامش گفتند قال وذاك إذا قيل في القبر. و همین دلالت میکرد زمانی که گفته شود به تو در قبر من رب، به تو گفته شود که ربت چیست و ما دین، و به تو گفته شود که دین چیست، فیقول ربی الله و دینی الاسلام و نبی محمد صلی الله علیه وسلم جاء بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت فيقال له صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبس. این چنین حدیث خیلی زیاد است، لیکن انا کنون فهمیدی که مفسرها ابن جریر الطبری، بغوی
و حتی همین جلال الدین سیوطی که یک گمراه هست و از جانب شما است، انا همین انسان هم همین قبر گفته، لیکن شما قبوری ها کن. آیت به من گفتی که ترجمه کن، از موضوع بیرون شدی، انحراف کردی. حسن دیدی از موضوع چه خیلی بیرون شد، حالا به سوال من جواب نداد. انا کنون دیدن که آیت ترجمه کن، من به تو سوال جواب میدم. من آیت ترجمه کردم، حدیث کتی گفت، حدیث کتی بیان کردم، 3 تا حدیث بیان کردم. انا کنون سوال من همین است که محمد جاوید صوفی میگوید که استغاثه کردن از قبر یعنی وسیله میگد. وسیله کردن از قبر به معنای این که رفته از پیامبر طلب شفاعت کنی، یا پیامبر بگویی که دعا میکنم که الله بر رفته دعا کنی، بین من و بین الله واسطه باشی. یا کسی که قبر به سجده میکند یا طواف میکند. گفتی فعلی همین آدم کافر است. آیا خودش مشرک است و کافر است یا نه همین آدم؟ سوال. همین صیفی قبوری که قبر میپرستد واسطه میگیرد بین خود و بین الله، انا من جاوید صوفی صیفی که بین خود و بین الله واسطه میگیرد، آیا همین مشرک هست یا نیست؟ تمام حضرت 3 مینوت گپ زدی، این من را میکشم خدر حضرت خاموشه، ای هم صحبتش بکنه و جواب سوال بکن. ما گفتنی هم حق بفهمن، اسلام یکی از، دین یکی از، هر طرف دین نبرین، انشاءالله حق بیان میشه در اینجا. یکم جو خیلی نگریزی، نگین که نامردی شید. ما الحمدلله گریزی نداریم. ما پیشتر هم گفتیم، مال هم میگم کسی که قبر پرستش میکنه، طواف میکنه، و آدم مشرک است، از دین بیرون است. وسیله به توسط نبی علیه السلام بارک جواز داره. حدیث عن امام بن سهل بن حنیف عن عمه عثمان بن حنیف ان رجلا كان يتخلف الى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته، فلقى عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف أنت الميضات فتوضأ ثم أت المسجد فصلى فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. معجم الصغير طبراني شفاء الأسقام صفحة 25-24، وفاء الوفاء جلد صفحة 421-420. حضرت امام طبرانی رحمه الله می فرماید والحدیث صحیح. معجم الصغیر صفحه 104 امام منذری رحمه الله حدیث صحیح. الترغیب والترهیب جلد 1 صفحه 242 علامه ابن حجر مکی می فرماید رواه الطبرانی بسند جيد صحیح. حاشیه ابن حجر على الايضاح في المناسك الحج تألیف امام نووی صفحه 500. حضرت عثمان کوتاه میگیره. ابی امام بن سهل بن حنیف از عم خود حضرت عثمان روایت عثمان بن حنیف رضی الله عنه روایت میکنه، میگه یک شخصی در نزد نسبت به حاجت خود در نزد حضرت عثمان بن عفان آمد، رفت آمد کرد، ولی عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه به توجه نکرد و به حاجت از توجه نمود. سپس فلقا عثمان بن حنیف، سپس با عثمان بن حنیف ملاقات کرد و فشکر ذلك الیه، و شکایت کرد به خاطر این موضوع به نزد از عثمان بن حنیف. برش چه گفت؟ وضو بکن، برو به وضو خانه وضو بکن، به مسجد بیا، 2 رکعت نماز ادا بکن، فتوضا ثم ائت الى المسجد فصلی فيه رکعتین ثم قل، سپس بگو اللهم انی اسألک، بار اله من از تو سوال میکنم، و اتوجه الیک بنبینا محمد صلی الله علیه و سلم نبی الرحمه. آیا این ثابت کننده وسیله نبی علیه السلام ورق نیست؟ گرام حدیث شریف تمام جواب بدیم خاموش شدی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما یکی از شبهات قبوری ها قصه و روایت باطل عثمان ابن حنیف است در شأن رجلی که حالا این خوند. و اما قصه عثمان ابن حنیف میگیم، میوید یک مرد و چخیلی که نقل کرد و بالاخره روح نشان میتد به سر قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم. حدیث ضعیف است، قصه باطل است، یک افسانه بافته شده است، منکر حدیث منکر است. قبوری های بیچاره که حدیث صحیح حدیث منکر از هم دیگر فرق کرده نمیتوانند، دینشان را از حدیث های ضعیف موضوع منکر میگیرند. بس جهت این حدیث ضعیف و منکر است، قبول نیست. یکم حفظی که در همین روایت شخص میگن
یکی از این روایت کننده ها از جمله ثقات نیست و سندش ضعف دارد و این حدیث رو علمای محدثین همه بالاجماع محدثین و کسایی که در علم رجال معروف هستند بیان کردند که حدیث ضعیف است. بله یک بعضی از علما رو گفت که صحیح کردند، او صحیحی که اونها کردند در دیگر قسمی از حدیث است، نه در کامل حدیث. اگر بعضی از علما صحیح کرده باشند هم سند این حدیث رو وقتی که علما آموختند و دیدند گفتند ضعیف است، حدیث ضعیف است. و بعد از این عقیده اهل سنت و الجماعه همین است که جمهوری اهل سنت و الجماعه میگن که مرده ها نمیشنود. راجح هم همین است که مرده ها نمیشنود. بارک الله فیکم. پس حدیثی که ثابت نیست، حدیثی که ضعیف است. ثابت نبرد خانم. در حدیثی را خب میگید ضعیف است در صورتی که پیشتر حواله امام طبرانی را میدی یا حالا بعد از اون میگی نه حدیثی را که امام طبرانی گفته صحیح است ضعیف. ببین هیچ حدیث گوش همه روایت کردن ببین دیگر حدیث اگر گوش کو بعد کردن نمیمونه. اینه ببین دیگر حدیث برات میخوام. اول گوش بکن من با قبوری برادر عزیز نیستم، بگو چیزی میخوای بگو لیکن گوش بکن. کی گفته در نزد اهل سنت و الجماعه که امام طبرانی همه روایتشون قبول است؟ کی گفته این اگر قبوری ها شما نگوین هیچ کسی یگان نفر از محدث نگفته که روایت امام طبرانی قبول است. ما دو کتاب داریم. کتاب اول صحیح بخاری است و کتاب دوم صحیح مسلم است که در صحیح مسلم هم 3-4 حدیثی ضعیف علما ذکر کردند و باقی مانده کتاب ها حدیث زیاد دارد، موضوع، ضعیف، منکر. ما سند که کار میکنیم. ما به سند دیگه حدیث سند گوش کن. دیگه حدیث امام بیهقی رحمه الله دلائل النبوه جلد 7 صفحه 47. امام بخاری رحمه الله در تاریخ الکبیر جلد 7 صفحه 304. مختصر امام ابن ابي شيبه مالك ابن دار حديثش مگه حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام قال اصاب الناس قحط في زمن عمر وجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له جئت عمر فأقرأه السلام وأخبره إنكم مستقيمون كالقيس فأتى عمر گوشكو ما خطا خواندم درست خواندم فقط حدیث شریف را گوش کن. فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال يا ربي لا إلا ما عجزت عنه. بیا من بخونم. بیا من خودسرش بخونم ترجمه کنم. ما برای داستان ترجمه میکنم. باشه ترجمه. در زمان عمر رضی الله تعالی عنه قحط سالی رخ داد و فرد نزد قبر پیامبر صلی الله تعالی علیه و سلم مبارک رفت و گفت فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. ای پیامبر الله صلی الله تعالی علیه و سلم از الله بخوای که برای امتت باران بباراند چرا که هلاک شدند. و پیامبر علیه السلام مبارکم در خواب از شخص آمد و گفت برو به طرف نزد عمر و سلام مرا به برسان و بگو که از الله طلب باران کنه و بگو زیرک باشه نزد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رفت، ماجرا را به خبر داد و عمر رضی الله تعالی عنه مبارک گفت که پروردگارا کوتاهی نکردم مگر جایی که ناتوان بودیم. اینال سند صحیح بودن حدیث گوش کن. بیشتر رو را گفتی خود ضعیف است، سند ازی را گوش کن. مالک دار در نزد حافظ ابن کثیر دمشقی رحمه الله، حافظ ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه میگه که این شخص همین چیز ذکر میکنه، بس در آخرش میگه اسناد هذا اسناد صحیح، اسناد صحیح است. حافظ ابن کثیر دمشقی. صحت حافظ ابن حجر عسقلانی او هم صحت ازی را تایید میکنه. حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری به شرح صحیح البخاری جلد 2 صفحه 575 ایرا چی میکنه؟ قبول میکنه.
حضرت امام بخاری در تاریخ کبیر جلد 7 صفحه 304، تاریخ الکبیر جلد 2 صفحه 54 و همچنان ایره در نقل میکنه که حدیث نزد از روایتش صحیح هست. همین روایت امام شاه ولی الله محدث دهلوی در ازالت الخفاء عن خلفا جلد 4 صفحه 8194 سند از را تایید میکنه و ایرا میگن بعضیا میگه که نه اینجا رفع جهالت از حال مالک دار یا تو بود یا تو بود. ایران رفع جهالت اجرام شدگی است که در کلام حافظ ابو یعلی قزوینی در کتاب ارشاد خود ترجمه میکنه مالک دار غلام حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه از کبار تابعین محسوب میشه. ایرا تصحیح مکمل سند از را کلا علما تایید میکنه. یکی دوم گفتی صحیح بخاری، اون امام بخاری صاحب در کتابش هم برات آدرس دادم، میتونی بری ببینی که امام بخاری صاحب در تاریخ کبیر خود را نقل میکنه این حدیث شریف را جلد 7 صفحه 304 مصنف ابن ابی شیبه و در صحت از هم هیچ کدام سقم وارد نیست. اینول تو بگو خیر این شخص میاد در حضور قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و استاد مشوره ندا میکنه، اگر این آدم مشرک می بود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را مشرک نمیگیره؟ بله خلاص کردی؟ انا اکنون جواب گوش بکن. در این مسئله بله این اثر رو در حقیقت ابن ابی شیبه روایت کردند. صدای من هست؟ بله حسن؟ هست بله در حقیقت این اثر رو ابن ابی شیبه روایت کردن در مصنفشون مجله ششم صفحه 356. بخاری در تاریخ کبیر. ببینید بخاری در صحیح بخاری روایت نکردن، در تاریخ کبیر مجله 704 مختصرا این حدیث روایت کردن. این روایت در تاریخ کبیر اومده، تاریخ است، این کتاب حدیث نه تاریخ کبیر است، درونش خیلی ضعیف و زیاد داره. ابن جریر بگم امام بخاری این کتاب صحیح نگفتن، در تاریخ کبیر کتابای درونش حدیث‌های زیاد ضعیف دارد و غیر از این ادب المفرد است که بعضی ضعیف دارد. کتاب امام بخاری 26 کتاب دارد، از درون این 26 کتاب یگانه کتاب از درون این کتابی که صحیح است کتابی که بخاری هم دور ببین بله این در تاریخ کبیر است، این در تاریخ کبیر است، صحیح بخاری نیست. قبوری ها شما فرق کتابی تاریخ کبیر و صحیح بخاری بینش بروید. تاریخ کبیر این کتابی که درباره علم رجال نوشته شده و تاریخ کبیر است و در درون این بسیار چیزهای ضعیف هم ذکر شده، نه به خاطر اینکه این حدیث ضعیف است، من باب ضعیف بودنش ذکر شده. علما کتابای موضوعات به داخل کردن. ابن اساکیر در تاریخش، ابن اساکیر در کتاب تاریخ روایت کرد، بیهقی در کتاب سنن، در کتاب دلائل و از طریق ابی صالح از مالک در روایت کرد. اصاب الناس قحط في زمن عمر میشه. فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لامتك فانهم قد هلكوا. این حدیث خیلی حدیث خطرناک است و این ضعیف بودنش علما بیان کردن، لیکن قبوریان نمیفهمن. یک مرد زمان قحطی شد در زمان خلافت عمر، یک مرد آمد به نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و گفت که یا رسول الله استسقی، طلب باران کن برای امتت. یعنی از کی طلب کرده شده است؟ از پیامبر طلب کرده است که ای پیامبر دعا کن از الله که الله ما به باران باراند. استسقی طلب باران کردن، یعنی از پیامبر طلب دعا کرده شده است. استسقی لامتی یعنی طلب باران کن از الله ای پیامبر برای امتت. شرک اکبر است، این شرک اکبر است. فانهم قد هلكوا، زیرا که آنها هلاک شدند. فاتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فاقرئه السلام واخبره انكم مسقيون وقل له. یعنی نزد خوب دید، خوبش و اومد که نزد عمر برو سلام بگو و عمر بگو که شما به حتما باران میبارد. عليك الكيس. فاتى عمر فاخبره فبكى عمر ثم قال يا رب لا آلو الا ما عجزت عنه. انا من روایتی که قبوری ها همینا میگیرند در اساس همین و در اساس این عثمان ابن عفان به یک مرد آمد و اونم عثمان ابن حنیف بعضی روایت بود و بعضی روایت به عثمان ابن حنیفه که دیگر بود، قبر پیامبر برفته طلب بینایی و غیره کرد. این همیش موضوع و باطل است. اسناد همین حدیث ضعیف است و مالک الدار مجهول الحال است.
خودی از قاعده مانده در اساس شرط امام بخاری این حدیث منکر است، زیرا که امام بخاری میگن که شرط حدیث صحیح 5 چیز است، همون روایت کنندش باید مجهول نباشد. برای همین این امام بخاری صحیح بخاری به روایت نکرد، به خاطر مجهول بودنش. اما قول حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله که در فتح الباری آمده است، مجله دوم صفحه 495، روایت ابن ابی شیبه به اسناد دیگر است که از روایت ابی صالح سمان از مالک دار است و بلکه در اونجا قسم از این آمده و همون مردی که به نزد قبر رفت نیست وجود ندارد، بلکه یک مرد خواب میبیند، خودش خواب میبیند، ولی قبر به نرفته خواب میبیند، همون قسم اولش نیست. لیکن این رو هم علما ضعیف میگن. مثلا امام الذهبی رحمه الله در کتاب السیر مجله دوم صفحه 412 میگوید که الاعمش عن ابي صالح عن مالك الدار فانه لم يحكم بصحته. صحیح، سند فقط گفته برافته که صحیح نیست. و علمای معاصر هم میگن که این چی است، یک حجت گرفته از این نمی شود و این بارک الله فیکم ضعیف است. اینا همه روایت‌ها که در باب همون استغاثه میبرن این ضعیف است. حالا ببینید در اول گفته ایستاده بود که این قبوری فقط رفته به حرمت پیامبر الله طلب کردن درست است. حالا این حجتی که آورد رفته از قبر طلب دعا کردن هم از این مراد که اینو درست میگه. اینها قبوری مشرک است از این جهت. سبحان الله. پس مالک الدار غیر معروف است، عدالتش هم معروف نیست، ضبطش هم معروف نیست و این دو شرط باید اساسی وجود داشته باشد در هر یک حدیثی صحیح. مالک الدار معروف نیست، خیلی که در علم مصطلح این معروف است، اما علم مصطلح شما قبوری ها چی میفهمید؟ مصطلح است. ابن ابی حاتم در جرح و تعدیل ذکر میکند و اشاره میکند که بانه مجهول میگه و ابن ابی حاتم نفسش با هم ذکر میکند. پس علمای سلف وقتی که ضعیف گفتن تمام است. با همین ما میتونیم که در این مسئله با صحبت‌های طولانی بکنیم، لیکن صحبت با همین به پایان میرسد که این روایت ضعیف است. این روایت ضعیف است. اگه یک سخن من امجا بیان کنم، بعضی مردم میگه که یعنی که زوکی و برای چی زده و برای چی پایان شد. یکمش زوکی و خطان گوش کردم برای چی من زدم، یکی جواب گفته سه و در بین درمان ما زوکی و زده و خودش پایان شد. الله شاهد میگه خودش پایان شد و من 5-6 بار جستجو کردم که پیداش کنم که بالاش کنم، خودش پایان شده. یعنی که خودش در پیش گفت زد که آخر هسته. ما شرط گذاشتیم که من خاموش میستم، او صحبت میکند. وقتی من گفت زدن او باید خاموش باشه. او چقدری که گفت زد من خاموش بودم. بعد از گفت زدن من از او سوال کردم که تمام کردی؟ گفت که تمام کردم. بعد از وقت صحبت کردم، لیکن نمیگذاره که صحبت بکنیم. ما باور میکنه در نزد من اون یک کتابی که شده کشف شبهات قبوری ها نام کتاب 70 شبهه داره، 70 شبهه قبوری ها. اینا در دو تا حدیث گفت. من 15 حدیث دیگه میدونم که این قبوری ها خودش نمیدونه. 15 حدیث دیگه قبوری ها میبیارد در اساس همین حدیث روایت های دروغ، باطل، مکذوب، منکر مردم به قبوری دعوت میکرد. حاضر این دو تا گفت. در نظر من کتاب است، من جواب دادم میگیرم. اگر این تا سحر همین 15 تا دیگه شو من 15 تا دیگه سندش به شما میگم که ضعیف است. آیاتایی که میگه در نزد ما هست انکنون دیدید که اینها نه سند حدیث میدوند، نه علمای محدثین قبول میکند و نه علمای مفسرین قبول میکند. وقتی که به من گفت که تفسیر آیات گو، من وقتی که امام بغوی گفتم قبول ندارد. همون جلالین که خودشون دوست دارن، جلالین هم همین معنی میگه قبول ندارد. حدیث گو میگه، حدیث گفتیم بو رفت. حالا که این آیت چی گفت، مقصدش چی بود، حالا ما به من معلوم نیست. زیرا که این آیت برای قبوری ها یک شمشیر سرکفان است. این آیتی که همین گفت یثبت الله الذين آمنوا في الحیاة الدنیا و فی الاخره، این بر ضد قبوری ها هست. یعنی کسی که در این دنیا شرک نکند، قبر پرستی نکند، از غیر الله طلب نکند، الله همونها در روز قیامت نجات میده. یعنی در قبر در سؤال منکر و نکیر ثابت میماند.
این بر علیه قبوری ها هست. لیکن من نمیدونم چی به این قبوری نگفتم، خودشم شاید حیران شاید باشد والله اعلم. اگر اون قبوری دیگر باشد تو سحر همجا یک حدیث دیگر هم در باب یمی برای رسول الله میگن که قال یا رب اسالک بحق محمد لما غفرت لی، همین هم میگیرن حضرت. بله هست، لیکن این به درجه موضوع هست که در یگان کتاب موضوع هم نیست. این بافته خود صوفی است. این بافته خود صوفی است. اگر الله سبحانه و تعالی به ما وقت دهد، حاضر من با یک کتاب دیگری شبهات قبوری دیگر میکشم. عقلیشون 37 شبهه، شبههایی که دوم شبهات مشرکین نقلیه، شبهاتی که مشرکان نقلا میبرد از قرآن از سنت. 70 شبهه، 70 شبهه الحمدلله در نزد ما وجود داره. ادله المشرکین من الاثار والآثار والافعال الصحابه، دلیل آوردن مشرکان از احادیث و آثار صحابه. من حاضر یک چند چه میگم تو که شما با خبر باشید. صفحه 82 میره با دلیل اثرش به الله مشرکا را خور بکند. انا کنون نبینید مشرکا میگفتن که یکم روایتی که برای شرکشون دارن میگن که اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور. ببینید مشرکا میگن که اگر در یگان مسئله حیرت زده مونید از طلب کمک از قبرها کنید. این هم حدیث است، بله روایت است، در همین بعضی از کتاب ها آمدگی است، لیکن این مکذوب است، موضوع است به اتفاق همه علما. ابن تیمیه در کتاب التوسل والوسیله قاعده جل فی التوسل والوسیله صفحه 152 میگن باطل است. در کتاب 23 میگن باطل است. ابن القیم فی المنار المضیف میگن باطل است. سخاوی در مقاصد الحسنه والعجلونی در تمیز الطیب من الخبیث. ابن حجر میگه که لا اصل له، نه این اصل نداره، بافته صوفی قبوری است. دویم روایت میبره صوفی قبوری لو احسن احدكم ظنه بحجر لنفعه. صوفی والله تو همین روز میگه میگه، یعنی میگه که صوفی اگر گمانتون رو نسبت یک سنگ خوب کنید همین سنگ هم به شما فایده میده. ببینید اگر گمان نیک کرده، خوب گمان نقص کرده، اعتقاد کرده رفته سنگ پرستی هم جایز است، کارت حل میشد میگن. و همین میگن حدیث است، روایت است. اعوذ بالله، بلکه این بله روایت است لیکن این روایت دروغ است. این پیامبر به نسبت دادن باطل، موضوع بر اتفاق همه علمای محدثین است. در کتاب اقتضا مجله دوم صفحه 670 وجود دارد. روایت سوم میگن اذا كانت لكم الى الله حاجه فسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظیم. گویا که پیامبر گفته باشند که ای امت من اگر شما به الله یگان حاجت داشته باشید به حق من از الله پرسید، زیرا که جاه من در نزد الله بزرگ است. یعنی حق من در نزد الله بزرگ است، اگر به حق من پرسید الله به ما چی میتید؟ دعاتنا قبول میکنه. حدیث موضوع است، مکذوب است، باطل است، دروغ است. ابن تیمیه در کتاب الاستغاثه 130 صفحه سنداش همیشه بیان میکنه که این رافضه های قبوری ها ساخته است. و انا این چهارم روایتی باطله که حاضر انا همین ببینیم انا همین قبوری به ما خواند. انا چهارم روایت، این چهارم شبهه به اومدگی حجت گرفتن قبوری ها به حدیث مردی که ضریر و نابینا و توسلش به رسول الله صلی الله علیه و آله. از عثمان ابن حنیف ان رجلا ضریر البصر اتى النبي فقال ادعو الله ان يعافيني قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك. البته این همین عثمان حنیف حدیث صحیح است، لیکن این به دیگه معنی. اصل این حدیث دیگر است. این گفت که به نزد عثمان ابن عفان آمدند بعد از وفات رسول الله. عثمان ابن عفان او به اهمیت ندادند و بعد از این یک مرد دیگر او به قبر پیامبر را گفت، از قبر پیامبر پرسید. حدیث باطل است، اما حدیث صحیح این است که یک مرد نابینا به نزد پیامبر آمد و گفت که پیامبر ادعو الله ان یعافینی، من دعا کنی که الله مرا چی کند؟ عافیت بخشد. طلب شفاعت را اینجا طلب وسیله را در حالت زنده بودن پیامبر وسیله گرفت. طلب شفاعت یعنی طلب دعا، از پیامبر طلب دعا کرد.
ما میگیم جایز است از انسان زنده طلب دعا کنی، جایز است، بو که ندارد. قالوا فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي الاعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله. یا که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن در دوامش اینجا پیامبر تعلیم دادن که میگه این شرک اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه اني توجهت. پیامبر نه تعلیم دادن از همه شبهه سخت صوفیا که من توجه میکنم به تو، به پیامبر گفته است، بلکه به دعای پیامبر. یعنی در اینجا پیامبر گفتن تعلیم دادن که من توی دعا میکنم، تویم از الله طلب کن که ای الله من توجه میکنم به سوی تو، به دعای پیامبرت، دعای پیامبرت رو قبول کن. یکون جای اینجا یکون جای مشکلش نیست. علمای اهل سنت این به جواب دادن. حاضر ببینید این چهارم بودن، بله حجت چهارم. پنجمی شبهه قبوری ها از ابی امامه ابن سهل ابن حنیف روایت میکنن که ان رجلا كان يختلف الى عثمان ابن عفان. انا این پنجمی شبهه که قبوری حاضر آورده بود، انا این قبوری که حال آورد، انا همین حدیث آورد، رواه الطبرانی آورد که یک ابی امامه ابن سهل از ابن سهل ابن حنیف روایت میکرد که یک مرد پیش عثمان ابن عفان بسیار آمده میرفت، اما عثمان ابن عفان و به اهمیت نمیدادند، حجت وی برآورده نمیکرد. فلقي ابن حنيف فشك اليه ذلك فقال له عثمان ابن حنيف. این مرد نوبینا عثمان ابن حنیف به روایت کرد، یعنی قصهش بیان کرد که ای عثمان ابن حنیف من پیش عثمان ابن عفان میبرم، من نگاه چیکار کنم؟ عثمان ابن حنیف صحابه گویا که این مرد نوبینا گفتن که ایت المیضاءة فتوضأ ثم ائت مسجد فصلى ركعتين ثم قل اللهم اني اتوجه بك. این حدیث طبرانی روایت میکنن. این حدیث ضعیف است. به خاطر چی ضعیف است؟ در سندش طاهر ابن عیسی است، این مجهول است، لا يعرف بالعداله، از این عدالت داده نمیشد، این عادل نیست، حدیث دروغگو یا عادل نبودگی انسان روایت کرد منکر است. و این چنین در سندش ابا سعید المکی وجود دارد که اشد جهاله، این کی بودنش معلوم نیست. و در این روایت حدیث با روح ابن صلاح است، سه آدمی هست که این آدم ها معلوم نیست که کی است. این حدیث منکر است، این حدیث ضعیف و موضوع باطل است، قبول نیست. و ثانیا انمین کوری که گویا به نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم رفته کسی از حق پیامبر پرسیده باشد یا که پیامبر پرسیده باشد، یگان نفر کرده این دروغ است. بارک الله فیکم. حدیث ششمی که اینو میبرد، حالا این خودش نورد، ما میبریم به جای اینها. از عبدالله بن مسعود حدیث هست که قبوری ها میبرن. قال رسول الله اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلينادي يا عباد الله احبسوا فان لله عز وجل في الارض حاضرا سيحبسه عليكم. معنای حدیث همین است که عبدالله بن عباس روایت میکنند که گویا این ضعیف است، لیکن رسول الله صلی الله علیه و گفتند که ای مردم، ای صحابه مسلمان ها، اگر یگان چارپای شما گم شد در دشت و دله، اگر گم شود، شما به همون دشت و دله روید و به همون صحرا ندا کرده بلند کرده بگوید که ای بنده های الله، همین چارپای که من که گم شد همین شما نگاه دارید، پیدا کرده نگاه داشته ایستید. و گویا پیامبر گفته باشند که در زمین بعضی چیزها هست که همین چارپای نگاه می‌دارد. قبوری ها میگن که از این میبرد که یک آدم غایب دعا کردن درست است، میگن در اساس همین حدیث. ما میگیم که بله این روایت کرد ابو یعلا و ابن سنی در عمل اللیل و الیوم جامع صغیر، بله که جوابش همین است که این حدیث سندش ساقط است، در سند سلسله وجود ندارد و این هیچ حدیثی نیست، حدیث ضعیف است و مدار بازگشت حدیث به معروف ابن حسان است و این ابو معاذ سمرقندی است و ابن عدی میگه که منکر الحدیث است، این آدم دروغگو است، حدیث این اصلا قبول نیست. ما اگر خواهید دیگر حدیث‌های گفته رفتن گیریم، 50 حدیث مشرکه میبریم، همش ضعیف است. فکر نکنید که ما این حدیث‌ها پیش خود میگیم، نه، ما آموختیم، ما حق دیدن میخواهیم، حق فهمیدن میخواهیم. سبحان الله. لیکن سند لازم است، به سند نمیشه. به سند حاضر هر یک آدمی تاجیکان برمده بابا هم گفته نقل کردن گره چی میشه؟ نمیشه. یک ابن ماجه، یک دیگر شبهه سختی ناس، شبهه دایمی اینو میگن. ابن ماجه در سننش روایت میکنه. ابن ماجه رحمه الله یکی از علما هستند، لیکن حدیث ضعیف است. ابن ماجه یگان از علما نگفتن که از اول تا آخر صحیح است. ابن ماجه ضعیف هم دارد، ضعیف علما بیان کردند. در این حدیث آمده است که اللهم انی اسالک بحق السائلین علیک و بحق مماش.
او ممشای. یعنی الله من میپرسم به حق همه پرسنده ها، یعنی به حق پرسنده هایی که تو را میپرسند. آیا همین حدیث صحیح است یا باطل است؟ حدیث ضعیف است. در سندش عطیه العوفی هست. عطیه العوفی ضعیف است. و دوما یک عقیده را من میخوام به شما بیان بکنم که در نزد الله هیچ کس حق ندارد. شما میدونید این چی گفتنی گپ است؟ حق. گویا که یک انسان در نزد الله حق دارد، الله باید همین حق گرداند. گویا که اعوذ بالله الله قرضدار است. گویا که یک آدم در نزد الله اینقدر قدر قیمت دارد که الله دیگه قدری بزرگی و دیده دیگه نمیتود رد کردن. این گپ باطل است. در نزد الله هیچ کسی قدر ندارد. هیچ کسی. علما میگن که انه لا یوجد حق لاحد علی الله. همانو که هیچ نفر یگان نفر به بالای الله حق ندارد. آیا به بالای الله هم کس حق دارد یا ندارد؟ کی میگه دمینه؟ عقیده اهل سنت و جماعت دمین است که هیچ کسی حق ندارد. کسی میگه که یگان کس به بالای الله حق دارد، کفر است. این کفر میشه. به بالای من حق دارد. کی حق دارد؟ پدر و مادرم حق دارد. زن فرزندم حق دارد. پدر و مادر باید احترام کنم، کمک کنم. زن فرزند باید خورونم، پوشونم. اونا حق دارن. حق طلب کنم. من قرض دارم، من باید انجام بدم. به من فرض است و واجب است. اما به بالای الله کی حق دارد؟ کی حق دارد به بالای الله که الله به فرض باشد که جواب بگوید؟ این عقیده قبوری است. هیچ کس به بالای الله حق ندارد. حق فقط موحدین حقش همین است که الله یگانه وقتی که عبادت کرد الله عذابش نمیتد. نمی حق دارد. چه که در حدیث سی آمده است که حق العباد علی الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. یعنی حق بنده ها در نزد الله امین است که اگر موحد مرده باشد و مشرک نمرده باشد الله اینها را عذاب نمیدهد. حق ما امین است که فقط الله اگر موحد وفات کنه ما را عذاب نمیدهد. دیگه ما به بالای الله هیچ حقی نداریم. حدیث روایت دیگر است که گویا که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند که اللهم اغفر لأم فاطمه بنت اسد ووسع عليها بحق نبيك. ای الله مادرم فاطمه بنت اسد مغفرت کن و وسع کن بر وی حق نبیت رو، یعنی کلمه حق پیامبر. گویا که پیامبر به بالای الله حق دارند. هم خیلی روایت ضعیف است. در این روایت روح ابن صلاح است، ابن عدی ضعیف میگن و این به استغاثه و توسل است. و این چنین روایت ها بسیار است. اگر خواهید مول یک موضوع هم کردگیم که شبهات مشرکین باید جواب بدیم. تمام حدیث اینو الحمدلله در یک چند کتاب ها جمع شده است. تمام روایت هایی که میبره همیش سندش در پیش ماست. باکر کدام مسئله به برآمد شبهه کورد همیش به جواب است. مرا قبوری می برآمد باشد برات نباشد. برادر عزیز من به شما بارک الله فیکم از شما اجازه میخواهم یک بارک الله فیکم آهسته بیرون شویم، زیرا خیلی صحبت